بر نمیگردم پشت سرم رو نگاه کنم، اصلا بر نمیگردم پشت سرم رو نگاه کنم. این به من یه قدرت میده. شاید دلیل موفقیتم تا امروز این باشه. من امشب یه برنامه فوق‌العاده دارم. اینجا اتاق پروه، اتاق عوض کردن لباسا. اینم استاد رقص. این خانمم خواننده است. این میخونه، من با موزیک اوگالا باشلیگالا با اون میرقصم. من توی ایران خیلی پر جنب و جوش بودم، خیلی زیاد. تقریبا از 13-14 سالگی نقاشی میکردم، وارد تئاتر شدم، دفنواز حرفه‌ای بودم، ورزشکار بودم، کنگ فو کار میکردم. بعد گیریمور شدم، گیریمور صدا و سیما، تلویزیون، تئاتر. خب توی ایران هیچ وقت موتور سواری نمیتونستم بکنم، یواشکی بعضی وقتا این کارو میکردم. ولی یک زندگی خیلی پر جنب و جوشی داشتم. توی تئاتر بودم و لباسی که پوشیده بودم خیلی بلند بود و ما یک حالت رقص سما داشتیم و دامن من خورده بالا میرفت و توی ایران میدونید که زیر دامن همیشه یک شلوار گشاد میپوشیدیم. اونجا یک نفر، یک شخص روحانی اونجا وسط تئاتر گفتش که این خانم دیگه نباید بره روی تئاتر. خیلی دیالوگا تمام نشده بود، خیلی کارا رو انجام نداده بودیم و اجازه گرفتن اون شب و من توی اون تئاتر تمام کردم اون شبم و دیگه اون آخرین شبی بود که من روی صحنه تئاتر رفتم به عنوان تئاتر. یکی دو سال بعد به عنوان دفنواز و خواننده روی صحنه میرفتم. دفنوازی میکردم، هیچ مشکلی نبود با اون پوششی که حالا میدونین. ولی یک بار میخوندم، نمیدونم توی خوندن چه اتفاقی افتاده بود. گویا من وقتی که میخوندم چشمامو بسته بودم یا نمیدونم. گفته بودن که خیلی این خانم خیلی ناز میکنه، نمیدونم اطفار میاد و این خانم اجازه نداره بخونه. و اون یعنی یه چیزایی که خیلی کوچیکه و یه جوری میبریدن ما را. فقط این برای من نبود، برای خیلی از خانمای دیگه بود که با هم بودیم، با هم کار میکردیم، با هم روی صحنه میرفتیم. حتی پشت صحنه، مثلا وقتی که پشت صحنه تئاتر ما کار میکردیم چجوری بود؟ این بود که از اداره ارشاد بود، می اومدن پشت صحنه رو کار میکردن، من مردا رو هم گیریم میکردم، اونجا هم تذکر خوردم. یعنی همیشه تذکر میخوردم. چرا اینجوری راه رفتم، چرا اینجوری پوشیدم، چرا اینجوری آرایش کردم، چرا دیگه دیدم دلم میخواد، تواناییشو دارم اما نمیتونم، اجازهشو ندارم. دقیقا مثل یک قیچی که بیان اون یه پارچه رو ببرن، این پارچه رو بندازن آشغالی یعنی منو احساس میکردم که منو در اون تیکه پارچه‌ام که من میخوام بچینم بندازن آشغالی. این حسا خیلی برام بد بود. تصمیم گرفتم که از ایران فرار کنم، برم. نه یک سال اولی که اومدم اینجا، روز اول نمیگم، هیچ حس خوبی نداشتم. هیچ حس خوبی نداشتم. خیلی قصه خوردم. چرا؟ چون که ما توی شهر بزرگ به دنیا آمدیم، توی شهر شلوغ، توی شهری که مهمونی، عشق، مهربونی، همه چیزو داشتیم. واقعا شیراز یکی از شهرهایی که تا الان از هر کسی شنیدم اینو میگه، من خودم از اون شهر اومدم و اینجوری بودیم که همیشه حال دلمون یه جوری خوب میکردیم. و من اومدم اینجا دیدم که ای وای من اومدم توی یک دهات و از این دهات چجوری باید بلند شم، چجوری باید برم، چی کار باید بکنم. زبونو بلد نبودم.
من یک کلمه زبان ترکی نمیدونستم ولی زبان انگلیسی خوب میدونستم. با هر کس انگلیسی صحبت میکردم منو نگاه میکردن. یعنی ترک ها به جز زبان خودشون، به جز اصالت خودشون، به جز خون خودشون هیچ چیز دیگه دوست ندارن. اون یک سال اول خیلی وحشتناک بود، ترسناک بود. دقیقاً این کلمه ترس میتونم بگم. تقریباً 4-5 ماه گذشت و دیدم که من فقط تو خونه نشستم و اون هیجانی که من دارم همه جمع شده بود توی خونه و احساس میکردم که دارم تموم میشم. یه دوستی داشتم اینجا زبان ترکی میدونست، گفتش که میترا کار آرایشگری بلدی؟ گفتم من اوستای این کارم. گفتش که یه جا نشونت میدم، برو اونجا روزی 30 لیر به تو میدم. رفتم اونجا چون که زبان بلد نبودم، به من گفتن که بیا روزی 3 لیر به تو میدیم. گفتم اوکی باشه من میام، پولم نمیخوام، من فقط بیام اینجا، یکی از خونه در میام، دومی که آشنا میشم با مردم، سومی که آشنا میشم به زبان ترکی. اومدم و 4 ماه توی آرایشگاه کار کردم ولی خیلی اذیت شدم. خیلی اذیت شدم. مسئله این نبود که زبان بلد نیستم، مسئله این بود که تحقیر می شدم. قدیما من یادم بچه که بودیم ما ایرانی ها، البته ماها نه، قبل از ماها پدر مادرامون با افغان ها یک رفتار قشنگی نداشتن و دقیقا همون رفتار رو می دیدم داره باها میشه. این منو اذیت میکرد. با وجود اون اذیت‌ها بازم میرفتم میخندیدم، به زور صحبت میکردم و حرفا رو از بر میکردم، کلمه ها رو از بر میکردم و اون شد استارت بیرون رفتن، تو جامعه بودن، انسان رو شناختن و اون واقعا کار خوبی کردم که رفتم. خیلی سخت بود ولی رفتم. من اینجا کار ناخن انجام میدم، دف نوازی میکنم، میرقصم، میخونم. دیگه چه کار میکنم؟ یه مادرم و یک مادر تنها در کنار دخترم زندگیمو میکنم. من خیلی کنسرت داشتم اینجا، خیلی توی موزیکایی بوده که من رقصشو من انجام دادم، رقصشو من طراحی کردم. روی اینجا خیلی صحنه رفتم، دفنوازی میکنم اینجا توی صحنه و تنها زن دفنواز منم. این برای من یه غروره، این برای من یه کیفه، این برای من یه خوشحالی، این برای من اینه که این صحنه‌ای که میرم بهم احترام میذارن و منو میخوان و وقتی که میرم تماشاچی‌ها واو میگن یه خانومی اونجا نشسته و یعنی حسش یه چیز نمیتونم چجوری بیان کنم، یه حس خاص داره. یعنی اینجا میتونم خودم باشم. اولین دفعه که کار رقص انجام دادم شهردار شهر اردو اومد از من تقدیر کرد، تشکر کرد که ما یه همچین چیزی ندیده بودیم، از کجا اومدی؟ بعد که اون موقع ترکی هم خوب نمیتونستم صحبت کنم، فقط گفتم من ایرانیم و دوست داشتم همه بدونن من ترک نیستم، من ایرانیم، اومدم اینجوری میرقصم. پایین رفتم پشت صحنه، خیلی گریه کردم. حس بدی نبود ولی حس خوبی هم نبود. خیلی خوشحال بودم ولی خیلی ناراحت بودم. نمیدونم، یه چیز عجیب غریب، یعنی هیچ واژه‌ای براش نمیتونم بگم، هیچ واژه‌ای نمیتونم این حس رو بپوشونم. اینجا خیلی چیزا برام بهتر از ایران بوده، یعنی بهتر از این بابت که راحت تر تونستم بهشون برسم. فکر کنم اینه که منو اینجا نگه میداره. کسی بهم توهین نمیکنه، حداقلش اینه که کسی نمیگه رفته اون بالا. مثلا یادمه که یه نفر، یکی از اون آخوندهای خیلی محترم، اون رقاصه کیه اونجا اون بالا، اینو من یادم نمیره، ولی اینجا شهردار شهر میاد از من تقدیر میکنه،
اسم من تو روزنامه ها 3 مرتبه اسم من توی روزنامه ها و مجله ها بوده. توی تلویزیون منو نشون میدن اینجا. من اینجا دخترم خیلی میتونم راحت تر بذارم، ولی توی ایران فکر نمی کنم هیچ وقت بتونم این کارو بکنم. دختر من خودش با دوچرخه میره مدرسه برمیگرده و من خیالم راحته، ولی توی ایران هیچ وقت نمیتونم همچین کاری کنم. به خودم اجازه نمیدم همچین کاری کنم توی ایران. این خیلی پوان بزرگیه، خیلی پوان بزرگیه. یعنی اینکه میدونی الان دختر من پیش من نیست ولی حالش خوبه. این به من اعتماد میده، این به من حال دلمو خوب میکنه و راحتم. به خیلی چیزا دیگه فکر نمیکنم. آرامش دارم اینجا. این غربت رو ترجیح میدم تا توی ایران بمونم و هر جایی به من توهین بشه. به من شخص من نیست، به وجود من، به مادرام، به خواهرام، به دخترام، هم نسلیام، به ما زنا. اون زنا منم. چون که فکر میکنم تقریبا تمام زنایی که اینجا هستن خیلی سختی ها رو چشم‌پوشی میکنن ولی اینجا حال دلشون بهتر باشه. فکر میکنم اینجوری باشه. برای من که اینجوری بوده.